اون کسایی که در اطراف نشستگی هستین و ما را امکانیت دیدن و شنیدن ندارین، ما امروز مردم مبارز در این منبرها شیشته درد شما را احساس میکنیم و زبان شما میشیم که تا که درد شما را اون کسایی که در سر حکومت شیشتگی هستند اونها درد شما را باید احساس کنند و ناله شما را باید بشنوند. او مادرهایی که امروز از تاجیکستان ترک وطن کردگی هستین آمدین در روسیه از فرزندای عزیز نازنینتون دورین، امروز در روسیه آمدین شما عذاب میکشین، ما زبان شما میشیم، ما درد شما میشیم. ای خواهرای محترم، این منبرهای ساده نیست، این کار بلاگری نیست که من هر ویدیو را بمانم درباره او یک چیزی بگم. من در داخل دل شما وارد میشم، از درد شما گپ میزنم. من احساس میکنم که شما در چقدر سختی های سخت قرار دارید.